شب قدر به 10 صاحب قدرها علاقمندی دارد. اولینش الله، آخرینش شما. 10 شخصی با قدر است، با قدرترینش الله است که در شب قدر قرآنی با قدر را نازل کرده است. شما اگر همین 10 شب قدردانی کنید، غنیمت دانید، شخصی با قدر میشید، هم در نزد الله تعالی هم در نزد خلق. بنابراین من فرصت است برادرها، 10 روز دیگر ماند. فرصت است برای آن آدمی که میخواهد از خاری دنیا برآید، میخواهد عزیز شود، میخواهد یعنی انقلاب نفسی، انقلاب زندگی در حیاتش کردنی باشد، مرحمت نیت کنید تا از حاضر فردا بعد نماز عصر اعتکاف شیند. زنها میتوند من در خانهش اعتکاف شیند طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما یک خانه یک حجره برای خودش مسجد معین میکند، همونجا نشسته 10 شبانه روز الله تعالی عبادت میکند. اگر شوهرش اجازه دهد یا زنهای بی شوهر باشد، مرحمت 10 شبانه روز اعتکاف شینید، از همون خانه‌تان نمیبراید. و کسی اعتکاف نشسته است، برای اعتکاف شیننده ها دیگرها خدمت کند تا اینکه وای محتاج نشد برآمده طعام نپزد در آشخانه، برآمده از مغازه چیزش خریده نبیاد. یا خانه‌ای که اگر همونجا طهارت خانه یا حاجت خانه شد، همون خانه انتخاب کنید تا اینکه حتی برای قضای حاجت هم بیرون نبراید. و مردها باید در مسجد شینند، چون که الله تعالی گفت که انتم عاکفون فی المساجد، وقتی شما در مسجدهای اعتکاف نشستید گفت، یعنی قید کرد که اعتکاف جاش برای مردها این مسجد است. برای زنها هم بنابر بعضی مذهب‌ها باید در مسجد شینند، خاصتا کسانی که در حج و عمره هستند. در عمره هستند اونا در مسجد حرم اعتکاف شینید، در مسجد کعبه خاصتا بسیار ثواب عظیم میگیرید.